سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون خوش اومدین. فرودگاه سیدنی هستم، الان داریم میریم ژاپن. روز دوم هست. من باورم نمیشه که الان ساعت تقریبا 9 و هیچکی تو خیابونا نیست. یک شنبه است البته، ولی خب الان اگه استرالیا بود 5 صبح بود همه داشتن میدویدن یه کاری میکردن. اولین جایی که میخوام برم این اوساکا کستله، قلعه اوساکاست که ساعت 9 هم باز میکنه. تیمش خیلی باحال بود، گفتم یک کوچولو ازش فیلم بگیرم. الان من 7-11 هستم. اگه خواستین تو ژاپن از ATMش پول بگیرین حتما از 7-11 بگیرین که فی خیلی کمی داره. و اینم انواع اقسام غذاهایی که اینجا میتونین پیدا کنین. مطمئن نمیدونم اینجا بتونین گرم کنین یا نه، مثل تایلند هست یا نه، ولی همه چی اینجا هست. هر چی بخوان اینجا هستش. بچه ATM فیس کش داره، یعنی اگه شما مثلا قبلا اینو اکانت داشته باشین، اگه بشناسدتون بهتون کش میده. خیلی جالبه. خب من چون یه ذره یورو داشتم به من گیر داد، ولی تبدیل الان درست شد. بچه پولای ژاپنی رو ببینید، 1000 ینی هست، مثل 100 میمونه اینجا. و اینم کستله که محاصره شده با آب یا خندق انگار که دشمنان نتونن بیان. خیلی جالبه واقعا. بچه یکی از دلایلی که من درون نیاوردم همین بودا. کلا تو شهر میشه پرواز داد و یه پرمیشن عجیب غریبی میخواست که من سعی کردم بگیرم، ولی دیدم خیلی سخته دیگه، بیخیالش شدم. اینم نقشه قلعه است که با آب محاصره شده، میبینید. من برمیگرده به 1583 جایی که تویوتومی یکی از جنگجویان این قلعه رو ساخت که در واقع اینو بکنه به مرکز فرماندهیش و در واقع خونش، که البته خونه که چه هستم خیلی بزرگ هست اینجا، برای کل ژاپن فرماندهی بکنه. و بعد از اینکه تویوتومی در واقع مرد به اینجا حمله شد و در واقع قلعه کلا نیست و نابود شد. و الان چیزی که می‌بینید بازسازی شده این قلعه است که در سال 1931 در واقع انجام شده و خیلی هم خوب بازسازی کرده. من دنبال اینم که ببینم چرا اینجا اسم ایرانی نیست. همه میگفتن که اینجا پر ایرانیه و اینا، ژاپن همه ایرانیه اینجا. و فکر کنم مال قدیما بود دیگه، الان فکر کنم کسی نمیاد یا فکر کنم ویزا نمیدن دیگه. خب ما الان اومدیم داخل و بریم اینجا ببینیم اینجا چه خبره. اینجا فکر کنم اون برش موزه است. اینم جناب یاکوزا سامورایی. نقشه هوایی کستله که بدون درون هم میشه دید. و اینم همین تویوتومی هست که میبینید این در واقع قلعه رو ساخته تو 1583 و تقریبا کمتر از 100 سال بعدش میان و ارتش میاد این قلعه رو دوبار محاصره میکنه تو سالهای 1614 و 15 و در 1931 اومدن کامل بازسازی کردن. این چیزی بود که حالا من میدونستم. اگه شما اینجا رو بهتر تاریخش رو میدونید لطفاً بگید که ما هم استفاده کنیم. و این هم باز قسمت بیرونی و قسمت داخلیش هستش که دیگه من داخلش رو نرفتم. تو فصل مارچ اپریل فکر کنم تمپر اپریل خیلی خوشگله. اینجا بلاسم سیزن بهش میگن و شکوفه‌های صورتی داره، خیلی خوشگله. کاراته اصل ژاپنی دیدین؟ اینم سگای اصل ژاپنی، اشپیتس ژاپنی که خیلی هم کیوتن. خیلی جالب. من الان تازه دارم توی خیابون یه ذره ماشین اروپایی می‌بینم. خب بریم اینجا سوار مترو شیم. اینجا باید
ایستگاه مترو باشه. آره فکر کنم همینه. کلا من نمیدونم کجا میره ولی امیدوارم که درست باشه. اصلا انگلیسی نیستش. ایستگاه مترو قشنگ معلومه قدیمیه. بچه یه چیز جالب که اینجا داره اینه که اینجا ایستگاهش لاکر داره. شما میتونین اگه وسیله داشته باشین با حدود $6 $7 استرالیا اینجا لاک کنین و به کارتون برسین و بعدا بیاین بردارین. خیلی خوبه. قیمت‌های ژاپن هم خیلی بد نیست واقعا، یعنی درسته از ویتنام و تایلند و یه سری کشور آسیایی بیشتره ولی بدی نیست. داره کم کم شلوغ میشه. قشنگ ملتشون دیر بیدار میشه، عین ایرانه. شاپاشو ببینی. فکر کنم اینجا باید یه استاپی داشته باشیم. اینجا خیلی خوبه. به به کروسانت‌های مختلف. خب بچه من اومدم یه دونات که توش بیفه گرفتم با یه آیس لاته چون همون کاپوچینو نداشتم و شد 815. ببینیم چجوریه. بیف دوناتش حرف نداشت، خیلی خفن بود خدایش، واقعا دمش گرم. جا بود که گفتم خیلی خوشگل تره و اومدیم رسیم به لویی ویتون. پله برقیش نوشته بود نباید راه بری دیگه. واقعا شور قوانین رو در آوردن اینجا. اینجا هم خیلی باحاله. کلا همش سورپرایزه، هر جا میری یه چیز جدید در میاد. حتی از اینجا خیلی جای شلوغش هم نیست، یه دو سه تا محله خارج تره از مرکز شهر و واقعا آشپزخونه است. آشپزخونه ژاپنه اینجا. این دیشبی هم که در واقع منو چکین کرد اونم اسپانیایی بود و میگفتش که آره اسپانیا خیلی اوضاع کار خوب نیست، حقوقا خیلی پایینه و به خاطر همین اومده بود ژاپن. خیلی جالب بود. من فکر می‌کردم که مثلا اسپانیا از اینجا اوضاعش بهتره، حداقل از نظر حقوق و اینا بهتره، ولی چیزی که گفت خیلی جالب بود و تقریبا حقوق اینجا مینیمم حقوقش 2 برابر اسپانیاست. اسپانیا گفت تقریبا 1200 یورو هست در ماه. خب اینجا 2 برابرشه ولی خب هنوزم از استرالیا خیلی کمتره و اومده بود اینجا. خیلی راضی بود و من گفتم خب اینجا خیلی مردماش خیلی خجالتی ان و نمیدونم خیلی سوشال نیستن. گفت اتفاقا اوساکا بچه این کامیونا هم ببینید معروفه به این که خیلی جای سوشال و مثلا باحال‌تریه نسبت به توکیو. خیلی اوکی بود و دوست داشت و اینا. حالا بریم ببینیم که واقعا چجوریه و من سعی میکنم یه مقدارم با مردم بیشتر این ترک داشته باشم که شما در واقع ببینی. بچه اینجا دقیقاً این ساختمان‌های ایران خودمون، اینم که عین پله برقی‌های خودمون. بریم که بریم. یه سری قیمت‌های پارکینگ رو می‌بینی و اینم اتوبان‌های ژاپن. خیلی پیشرفته‌تر و تمیزتر و مدرن‌تر از بنکاکه به نظرم، تایلند، ولی اون سنتی بودنش رو خیلی حفظ کرده.
و یه سری چیزا هم برای من خیلی جالب، مثلا دوچرخه سوارا رو اگه ببینین هیچ کدومشون هلمت ندارن، نمیدونم، و یکیشون الان چراغ قرمز رو رد کرد. خیلی اونجوری نیست که حالا میگن ژاپن همه دارن قانون رو رعایت میکنن، اونجوری هم واقعا نیستش. Facciamo le figame. You wanna say something? 안녕하세요. Facciamo le figame. You wanna say something? 안녕하세요. Rent a boyfriend بود. میتونید boyfriend اجاره کنید. بچه خوردنش خیلی سخته. من عادت میکنم. اما اینو باید دیپ کنی، بعد قاطی کنی، بعد یه چیز خوشگل در بیاری و یه بزنی دیگه.